آغاز سخن نامی خدا میگویم. سلام بینندگان عزیز، اینک برنامه لحظه حقیقت خدمت شماست. در برنامه لحظه حقیقت ما یک قسمتی مسائلی که در یعنی مسائلی که اصلا در قبلا برنامه پیشین من یا که برنامه رسانه‌های مختلفی خبری که امروز در جهان مثلا عمل میکنن حل پرره خود را نیافتن، یک قسمتی اشاره در اینجا خواهد شد. منظور مثلا امروز چی است؟ این امروز بیرون رفتن یک قسمت جوانان کشورهای آسیای میانه از میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و شامل شدن به گروه های تروریستی جهانی، شامل شدن به یک قسمت مقصد گروه هایی که امروز بدون یگان قانون و یگان دست به عمل های زشت میزن در کشورهای دیگر می باشد. اشاره به اون میکنیم که امروز قسمت شهروندان تاجیکستان یا که ازبکستان در روسیه قانون شکنی میکنه یا که شهروندان روسیه در حدود این کشورها قانون شکنی میکنن، آیا کدام قانونهای از اینها چی صحبت میکنن، چی میگوین؟ در موضوع صحبت امروز مهمان برنامه لحظه حقیقت استاد گرامی قدر شربت الله صادقوف، ادوکات معاون رئیس کلیگ ادوکات‌های شهر مسکو یعنی حقوق و عدالت، نامزد علمای حقوق شناسی خدمت ماست. سلام. سلام، تشکر زیاد. میریم به همون چیزی که مثلا اشاره به اون شد. نظر کنید که ما امروز قانون‌ها هستن، یگان شهروند تاجیکستان امروز در روسیه دست به یگان عمل ناشایست میزند، یک قانونی هست که یعنی مطابق اون قانون جواب میتد یا که اکسیال. خب همین شرم از این بیا شروع کنیم. چی چیزی هستن؟ چی چیزا خموش است؟ میخواستم که کمتر اگر روشنی اندازم، امروزها بسیار میبینیم از طرف بعضی سیاستمداران داخلی و خارج کشور لایحه قانون پیشنهاد میکنند برای شخصانی که دست به جنایت تروریستی اکستریمیستی میزنند، خواه در داخل کشور خواه در خارج کشور، از حقوق شهروندی محروم میکنیم. و فکر من چنین قانون یعنی از شهروندی محروم کردن جنایتکار به وی مانع نمیشود، یعنی وی را از این کردار خود که پیش گرفته است و دوام میده، چون که و دویمش موافق قانون، موافق سرقانون کنستیتوسیون دولت‌های دموکراتی از شهروندی حقوق شهروندی محروم کردن، این خلاف سرقانون می باشد. نیکر من به نزدیکی آموختم در جمهوری اسرائیل چون قانون علاقه عمل کرده ایستاده است که قانون خلاف سرقانون شخل است. در آنجا گفته شده است که وقتی شهروند جمهوری اسرائیل دست به جنایت تروریستی میزند و دارنده دو شهروندی می باشه، یعنی با شهروندی خارجی که هست، در همین حالت از شهروندی اسرائیل از حقوق شهروندی محروم کرده می شود. وقتی که ما می بینیم بعضی اکثریت قریب که 99% شخصانی که دست به جنایت ترور میزنند دارای یک شهروند هستند، وقتی که ما و یا را از شهروندی محروم میکنیم و یا کدام مقام را میگیرند در جامعه، یعنی مقام شخصی به شهروند، یا که اگر که زن حامله دار چنین جنایت صادر کند ما چه دو کس را از شهروندی محروم میکنیم، یا که شخصی نابالغ برای مبارزه بردن بر ضد جنایت‌های تروریستی اکستریمیستی این اونقدر فایده آور نیست. این بسیاری نسبت بعضی سیاستشناسان یک نمود خود نشانتی است که ما مبارزه بر ضد تروریستی میبریم. من همچون اکسپرت میخوام تکرار کنم که موافق اعلامیه حقوق بشر از سال 1948 که همه دولت‌های سابق اتحاد شوروی قبول کردن، هر کس حقوق شهروندی دارد، یعنی اگر که ما محروم کنیم این خلاف سنت‌های حقوق بین الاخلاقی می باشد. به نظر که به یک چیز من برای بندگان یک چیز اشاره میکنم که مطابق همون قانونی بین‌المللی که نظر میکنیم یعنی حقوق بشر، هر یک شهروند در جهان، هر یک شهروند یا هر یک کشور در جهان میتوند آزاد معلومات گرفتن، آزاد حرکت کردن و آزاد از ایزوسیا یعنی از تبابت کند، از این استفاده کند. خب چون امروز میگم که اگر ما در کشور دیگر یعنی شهروندان یک کشور در کشور دیگر اشاره کردیم که قانون ویران کنند، امروز قسمت زیادی شهروندان تاجیکستان و یک قسمت زیادی ازبکستان یعنی در سوریه و در عراق اونجا که دولت اسلامی هست،
اونجا دست یعنی اونجا شامل یک گروه هستن، دولت نیست، حقوق نیست، این چی است؟ یعنی این از نظر کدام قانون باید به جوابگیری کشید؟ البته در قانون باید که هر یک شخص در دوره کردار خودش جواب گوید و کردار وی باید که از نگاه کودکس حقوق جنایی، کودکس مرافعه جنایی وی باید دلیل ها داشته باشد. البته وقتی که جنایت در خارج کشور صادر میکنن، شخصایی که ما گمانبر میکنیم در صف قوای تروریستی جنگ میکنن، برای که وی را محروم کردن، این چقدر قانون طلب میکند که اثبات کردن در کد و علاکه ما چیست به طریق حقوقی و امکانیت دلیل دست وی را بر جنایت زدن دلیل ها نداریم. دلیل های غیر امکان پذیر است به دست آوردن. هر ویدیو رولیک که ما در اینترنت میبینیم در یوتیوب و غیر کافی است که برای شخص را همچون تروریست یا اکستریمیست حسابیده و وی را از شهروندی محروم کنیم. من میخوام که اوید یک حادثه کمتر روشنی اندازم، چون که این هدف اونقدر این لایحه‌ای که حاضر قبول میکنن الکی نشان داد، قبول نکرده الکی نشان داد که این شکلی که یوریست‌ها میگن قانون مرده، قانونی که در عمل جاری کرده نمیشد. به نزدیکی 2 نفر شهروندان فدراسیون روسیه ساکنان جمهوری داغستان از سوریه به فدراسیون روسیه با شناسنامه قلبکی بازگشته و دست به جنایت مخصوصا وزنی زدن، یعنی 5 نفر را از آزادی محروم کردن به جنایت کشتار. الکی با رفت نامعلوم حاضر نسبت به یک گفتگو جنایی ادامه دارد. یا که 17 سپتامبر از طرف کارمندان بخطری در جمهوری چچنستان در شهر گروزنی 1 نفر شخص دستگیر کرده شد که وی برای شخصایی که دست به طرف سوریه میروند، برای طرفداران گروه تروریستی دولت اسلامی میباشند، شناسنامه با مبلغ $500 آمریکایی تیار میکرد. یعنی ما در این حالت چخیل وی را شهروندیش را محروم میکنیم و باید که قانونگذار پیش از همه فکر کنه که موافق سند بین الخلقی وینسکی کنونسیا از سال 1961 درباره حقوق دیپلماتی، وینسکی کنونسیا از سال 1963 درباره حقوق کنسولگری گفته شده است که ما همون شخصی در حقوق دیپلماتی داریم یا حمایت دیپلماتی همون دولت کرده میتونه که اگر که وی شهروندی همون دولت باشد. ما با حاضر ما یک شخص را در جمهوری ازبکستان از شهروندی محروم میکنند. بعد از 2-3 سال معلوم میشد که این شخص در جمهوری ازبکستان دست به دیگر جنایت ها زده است و اساسی حقوقی ازبکستان نداره و برای وی طلب کردن به جزا کشیدن یا گمانبر میکنه، چون که وی علاقه شهروندیش محروم کرده از محروم کردن خلافی سرقانون می باشد و برای که شهروندی از قدیم آیان یکی از 2 پرینسیپ اساسی دارد، پرینسیپ خاکی و خونی که و این حقوق طبیعی و شخصیت، حقوق انفرادی که قانونا نوشتگی نبودن در دوره پیش، دوره ریم همون شخصان آزاد که بودن، غلام نبودن و علاقه هم را شهروند میگفتند، شهروندی همون منطقه. برای همین سبب باید قانونگذار پیش همه فکر کردن در کار که بله این معنی وی رو نداره که ما مبارزه بر ضد تروریسم نمیبریم. همچون حقوق شناس میخوام بگم که مبارزه هم باید که در دوره قانون باشد، در دوره قانون‌های نه تنها داخلی، قانون‌های بین الخلقی و ثمره‌ناک باشد. وقتی که ما شخص را محروم میکنیم و علاقه دوچند برای جامعه خفناک میشد و علاقه شخصیتش همچون شخصی به شهروند کجا میرود، به امریکا میرود، به روسیه کجا میرود و در داخل همون کشور خودشون بعد از ادای جزای جنایتی همچون مقام به شهروندی گرفته با دست به جنایت میزنند. یعنی ما باید که جنایتکار را بعد از اجرای جزای جنایتی در قانون عمل کرده امروزه باید که به جای کار تامین کنیم امکانیتی. وقتی که شخصی که شهروندی نداشته باشه ما باید به جای کار تامین کردن نمیتونیم و بسیار مانع‌ها در وقت زندگی کردن با وجود میاد که وی مجبور میشود باز دست به جنایت زند. برای همین پیش از همه که از این قانون‌هایی که عملشون من همچون کارشناس که عمل ندارن یا غیر امکان است در تجربه رعایت کردن، خوبترش به نسبت جوانان کارهای ایدئولوژی بردن در کار که عمل دارد. من پیش از همه امروز فکر میکنم برای که جوانایی که دست به جنایت تروریستی میزنن این یک
умед набудан ба фардост, яъне ки ва ё қариб ки бисёрашон шахсое ки маълумоти олӣ надоранд ё маълумоти техникӣ надоранд, бесавод ҳастанд. Ман дастгиришон намекунам, ман просто как ҳолати корро мехоҳам қайд кунам. аз ҳамин сабаб ва ё ҳозир бисёр аз тарафи шаҳрвандони Ӯзбекистон, Қирғизистон ки дар сафи гурӯҳи террористӣ мебошанд ё аз Кавкази Федератсияи Русия, аз ҳамон ҷое ки ҷавонон аксарият бекоранд, ба ҷои кор таъмин нестанд. Яке аз сабабҳош ба ҷои кор таъмин набудан аз ҳамон ҷоҳо, вақте ки шахси бесавод вайам фаҳмидан дар кор барои ҷомеа бояд ки барои шахсое ки маълумоти олӣ надорад ҷои корам таъмин кардан лозим, на танҳо барое ки маълумоти олӣ надорад. درست من اشاره به چی میکنم؟ اشاره به اون میکنم یکی از گفتای آقای شربت الله همچون تحلیلگر، یعنی درست است. این یک نمود بیسوادی، یک چیزی بسیار خوب صدا داد. بیسوادی، بیسوادی چی؟ بیسوادی فرهنگی، نشناختن همون قوانین اصلی دینی مبین اسلامی از نظر قرآنی که است. یعنی امروز دست یک قسمتی این مردم اگر یعنی با شرکت در این گروه های تروریستی در سوریه و در این اطراف های اینجا عراق اینجا دست به اینا میزنن که به نام یک جهاد علیه کدام چیزی هست، این از نارسایی فرهنگی اون کشوراشون است. یعنی اونجا امروز به یگانه فراگیر نیستن. اشاره دیگه اونجا شد که البته برای این جوانان باید ما جایی کار تامین کنیم، شاید ورزشی تامین کنیم، شاید فراگیر به این یا اون مثلا در گذشته در دوران اتحاد شوروی به حیث کروژاک میگفتیم، یعنی شعبه‌های تکنیکی بودن، شعبه‌های فرهنگی بودن که استادای مکتب بعد از تحصیل تا نصف روزی باز یعنی یک چیزی ادامه میدادن و در بعضی فن‌ها یعنی زیادتر درس میگفتن تا این بچه مکتب خون از این تخصص میگرفتن. پس بیا اشاره بکنیم که در صورتی از شهروندی اینا رو یعنی محروم کردن و شما نظری پسیکولوژی آدمایی که قانون شکن هستن خوبتر میدونید. آیا در صورت اینا رو از دو سه طرف یعنی در مانعی موندن اینا میتونه که با دست به چیزای دیگر یعنی ویران‌تر بله چقدر که تجربه نشون میدهد قریب که 60% که شخصایی که دست به جنایت میزنن شخصانی که پیشتر سود شدهگن، پیشتر داغ سودی گرفتگن، در محبس‌ها اجرای جنایت رو ادا کردن. این از تجربه نشون میدهد که وقتی که ما شخص رو جزا میتیم وای برای اصلاح شدن وای نیست، برای همچون اصلاح شدن اطرافیان است که وای مثال شود دیگر شخصی که میردی دست به جنایت نزنه. الکی وای کردار وای افسوس که بسیارشون باز دست به جنایت میزنن، نبند که به جنایت تروریستی بعد از دستش اومدگی دیگر جنایت شامل است. بعد میخوام که نسبت جوانان هم تکیه لازم هست. وقتی که دو فاکتور هست حاضر ما قید کردیم، چون شما درست قید کردید، یکی از سببش بیسوادی، دوم سببش باسوادی هم هستند. من مثال میارم جمهوری ازبکستان، جمهوری که در قلمرو آسیا میانه می باشد. همان گروهایی که خواستن که در اداره کنی دولت اشتراک کنند و یا را امکانیت ندادن در وزارت عدلیه، حزبای سیاسی را قید نکردن و یا مجبور شدند و یا را که خودشان حبس میکردند و با گروه اکستریمیستی و یا را اعتراف کردند. همچون پارتنر نه، همچون پارتنر سیاسی نه و همچون گروه اکستریمیستی و حاضر هم قسمتی از باقی مانده هم که حاضر در صف سیریا جنگ میکنن و یا در اینجا باسوادار هم بسیار هستند. همین باسوادار اراتروی نقد هستند و این بچه‌هایی که دانششون کمتر ضعیف هست و یا را تیزتر به خود باور میکنن و در صف خودشون همراه میکنن، برای که امکانیت دارند و دانششون وسیع است، دردی ملت هم میدونن، دردی همون منطقه را میدونن و این جوانان با پسیکولوژی جوانان گپ میزنن، نسبت مثالای بسیار میارن برای بی‌عدالتی جامعه و به طرف ویا میان. در این حالت باید که از طرف حکومت هم بسیار خاطر جوانان واخری گذراندن در کار و جوانان را باور کردن در کار. وقتی که ما جوانان را
اگر میبخشید تکرار می‌کنم، اگر убедит نکنیم البته ما جوانان رو از دست میدیم، جوانان برآمده میروند. برای اینکه جوانان قطعی نه تنها در دوره قانون ما میرویم شهروندی شما رو محروم می‌کنیم. شهروندی لازم نیست و میدوند که دست به ترور میزند و حاضر اراتروی برامگیان که سینشون میگن که حاضر شما دست به ترور میزنید شهید میشه و پس از ابد قطعی حضرت محمد در بیش چای میخوریده و ایدئولوژی و یا تماما دیگه خیره. برای اینکه ما وقتی باید ترسونیم که ما شما را شهروندی محروم میکنیم و میگه شهروندی شما در کار نیست، این یوش باید قانونگذار فیگر کنه وقتی قانون قبول کردن و نیت نداره که بازگشته به تاجیکستان یا به افغانستان ازبکستان اومده در سیاست همکاری کنه. نید و الکی و خودش از نگاه پسیخولوژی و الکی شخصی потерпевший چخیل میشه استاد تاجیکی الکی و شخصی که خودش عذاب کشیده شخصی که و از نگاه پسیخولوژی هم خراب از فرهنگی دانش و خیال کرده است که راهش درست است، البته راهش خطا است و دست به همین جنایت وزنین میزنند. برای اینکه جامعه ما باید که از همه طرفا کار بریم، هم از لحاظ قانون، هم از لحاظ پسیخولوژی، هم ایدئولوژی، هم در عمل نشان دهیم که ما گپای ما دیستیویتی ندرست است، نه تنها در سخن در عمل هم باشد. در این حالت ما میتونیم که پایداری مستحکم بگیریم. البته یک چیز است، یعنی در صورتی من نظر کرد که امروز ازبکستان رکی پیشنهاد کرد که اون از کسانی که در این گروه مصدق هستند همراه هستند از شهروندی محروم می‌سازد. پس اگر در صورتی از شهروندی محروم ساختن این گروه ها این شخصیت ها در وقتی بازخواند، یعنی وقتی که اینا از طریق اینترپول اینا را بازخواست میکنن، اینا حقوق دارن که بازخواند کنن اینا را با وطن یا حقوق ندارن در صورت نداشتن شهر؟ حاضر من میگم در البته شما قید کردید از 10 آگوست سال جاری الکی تغییرات علاوه در قانون جمهوری ترکستان درباره شهروندی داخل کرده شد. موافق ماده 21 شهروندی که دست به جنایت میزند یا جنایت تروریستی اکستریمیستی در قانون گفته که شخصی که مبارزه بر ضد صلح و امنیت دست به جنایت نسبت صلح و امنیت میبرند از حقوق شهروندی محروم کرده میشه. الکی پرکتیک تجربه نشون میده که از هیچ رو محروم نکردن، درباره اینترپول طلب کردن، اکسترادیسیون کردن، در این حالت مشکلی ها میکشد. وقتی وای شهروندی و اگر گیرد شهروندی سیریا یا که دیگر دولت داشته باشد در این حالت نید و هرچند اعلان هم که کنن در همان دولتی که وای شهروندی داره ما مثال تروریست اعلانش کردیم ممکن اگر که یا که شهروندی دیگر دولت گیرد نید او دولت حقوق دارد که این رو نتید برای که و حقوق دیپلماتی یا که مبادا کند که همون شهروندی که دست از حقوق ما محروم کردیم ما میدونیم که در دیگر دولت و جوابگیری حکم قتل میکنن. ما میخواهیم که وی رو حمایت کنیم سابق شهروندی خودمون الکی حقوق انتری صلاحیت ها از دست دادگی ما حقوق نداریم که وی حمایت کنیم. برای بعضی اولاد می شود که پدرش از شهروندی محروم کرده، پسرش در اینجا کودکش نبیرش خواهش میکنند به حکومت این خیلی امکانیت ندارد. البته قانون طرفی بحثش بسیار است و قانون من فکر میکنم خام است برای مبارزه بر ضد تروریسم بردن الکی این غیر کافی است، باید که دیگه راه قطعی مبارزه. یعنی شما در واخری کرده است با شخصیتایی که امروز گشت هستن و اینجا با یکون جنایت دست هستن و در کارشون در مثلا سود بودن پرونده جنایی من سال تخمینا 1-2 سال پیش بود در شهر مسکو من همچون ادوکات حمایت میکردم یک شخصی که دست به جنایت تروریستی و گمانبر شده بود الکی و قانون نبود درباره شهروندی و محروم کردن و وقتی من قطعی وای صحبت کردم و در سمیرنیک تروریست ژیلت داشت و باید که وقتی کنوبکر را جقیدند باید که ترکش به وجود میامد، خیلی که شکر خدا که ترکش به وجود نآمد و زنده مانده، هیچ کرم زلال ندیده و دستگیر کردن. وقتی من قطعیش صحبت میکردم و به تروریسم من سینش گفتم که شما به خودکشی رضا بودید و از میخواستی که با قطعیتون چند نفر دیگر از آزادی محروم کنید، شما با سفید کننده چی در کار ادوکات نه اکا من این کار نکردم یعنی که وقتی اکسپرتیز تشخیص طبی نشون داد در ترکیب خونش ماده‌های سخت تاثیر گیرایی بود و همچون و خودش هم
یک فدایی بده، ژرف که در همین راه گمراه کرده بردن، به طریق ماده‌های سخت تاثیری گرفتن و مدهوش کردن، گرفته لباس پوشانده برده استفاده بردن. هر سال از حساب ما کار علمی میگذرونیم در دانشگاه مثبتی بین الخلقی شهر مسکو. در افغانستان زیاده از 40 کودکان نابالغ دست به جنایت تروریستی میزنند، پدری خودشون ترکیش میتینند. و یا نسبتی باید ایرا فکر کرد که و یا ما باید و یا را حمایه کنیم که این خیلی کارا نکنند، نه ترسونیم که ما نابالغ اگر شما چکنیم ما شما را شهروندی محروم می‌کنیم. علاقه و یا را جبر دیده هستند. ما باید این طرفای پهلوی اجتماعیش به نظر گیریم. نظر که امروز یکی از پهن کنندگانی که گوییم که تروریسم و این مسائل در قریب در جهان، یعنی امروز جمهوری اسلامی افغانستان است و در آسیا میانه اگر نظر کنیم قسمتی زیادی، یک قسمتی مثلا ترکیش‌ها یا یک قسمتی اون شخصانی که خودشون میتر کنن از اون حرکت اسلامی ازبکستان است، یعنی از ازبکستان زیاد برن. باید این کشورها میانشون در کدام حال باشن، باید چی چیزها استفاده شوند، چی مگر رشته‌های کشته شوند که این یعنی این کمترک راهشون نگیرن، مناسبت‌های بین دولت‌ها. بله اینجا باید که مناسبت‌ها در سطح بین الخلقی زیج باشد و برای داد و گرفتن معلومات لازمه که 2 ماه 3 ماه بین مقامات بین الخلقی انتظار نشوند برای سریع وقت گرفتن معلومات. در این حالا ما امکانیت داریم که سری محل دستگیر کنیم تروریست را. بعد مثال عادیش که چخیل جوانان ما بسیار میروند ترکیه، از به طریق از آسیا میانه آمده فدراسیون روسیه، از فدراسیون روسیه ترکیه، از ترکیه سوریه. یعنی که ما باید که در مناسبت وقتی ما مبارزه می‌کنیم بر ضد تروریسم باید که استانداردهای دوینی استاندارد نباشد. یعنی ترکیه دستگیری میکنه در اتوبوس‌ها برده تا سرحد میگذرانشون. ما وقتی که همکاری زیچ داشته باشیم در مقامات حزب حقوق بین مملکت آسیا میانه و ترکیه که سری محل ما را خبر دهند. این میخوام که قید کنم با نزدیکی بود یک دختر از دانشگاه شهر مسکو به نام لامانوس و که سری محل مقامات در خبر یافتن، مراجعت کردن به مقامات حزب حقوق ترکیه و دختر رو از سرحد دستگیر کردن، نماندن که به سرحد سوریه گذرد. این حالت اپراتیوی هم خیلی یاردم میدید که در این سمت باید کار زیچ کردن، در کار علاقه سمت فایدهش زیادتر از ثمرناک است. خوب خوش روابط من گرچه که موضوع دردناک است و ما نمیتونیم در حدود یک برنامه اینا جابجا کنیم. شما همچون امروز متخصص درجه حالی، همچون مثلا ختم کرده یک دانشگاه خیلی حالی مسکو، یعنی ایشون میگم امروز در یعنی معاون رئیس ادوکاتوره، البته خیلی صاحب تجربه و بای، چی گفتن میتونید به این جوانانی که یا که با اون جوانانی که هستن در این راه هستن و با اون قانون شناسان و اون کسانی که امروز قانون برای ما میبرن چی اشاره میکردید؟ تشکر زیاد. من پیش از همه میخوام که خواهش کنم که جوانان نوبسته دست به جنایت تروریستی اکستریمیستی من دست به جنایت زدن لازم نیست، برای که هر یک دستی به جنایت ما میزنیم برای اگر خرسندی شما باشد برای بدبختی جامعه می باشد و برای جامعه سالم ما باید که جوانای سالم داشته باشیم که جوانان در تمام دنیا آینده ملت می باشند و با میخوام که یک بار با مراجعت کنم با نه تنها با جوانان، با کهنسالان که بعضی جوانایی که گمراه میشوند باید سری محل کارهای فهماندهی کرده شود، از عائله سر کرده تا مقامات های دخلدار. دیومش که ما باید که و از نگاه معنوی ما باید گذشت خودمون یاد کنیم. نیکی ما باید که شخصای معنوی، شخصایی که در بغیر از شخصایی که در ساحه سیاست کار میکنن، ما باید که بسیار به طریق تلویزیون، رادیو، گازیتا نقطه نظرهای شخصای خردمند، شخصای با آبرومند جامعه که جوانان با ویا اعتقاد دارن و یا را گوش کنن
شاید که جوانان از همین راه میگردن. اگر که هرچند که ما با طریق پیردچه ها نشان دهیم که امروز ما ایره دستگیر کردیم، میره هرچند که ما با طریق بود زوری هم خوب است، اینه که باید از همه طرف بود روسا یک پگوار که دارن زچین پلیت اپیل کده علاکه و یا ما جوانان را ما علاکه بسیار جامعه ده جوانان علاکه که راه درست انتخاب کردن نمیتونن، برای که ما هم سبب یکی از سبب شخصی مسئول میشد که علاکه جوانان پراکندن. برای جوانان را جمع کردن در راه درست بردن پیش از همه از این پایداری جامعه می شود و جنگ نمی شود و آرامی کشور. وقتی که ما فقط با راه زوری ما غلبه به دست نمیاریم، نه با تروریسم، نه با اکستریمیسم، نه با دیگر جنایت ها. یا که امروز ما میبینیم که جنایت های کسی دست به جنایت های سخت تاثیر نشادار میزند، گیرین علاکه صف جنایتکاری روز تا روز زیاد شده است. علاکه در این جنایت موافق قانون مقرر شده که سوت یک عمره هست عمل میکنند که این فایده نآورد برای جامعه، برای که و شخصی که این را پیش میگیرن بعضیشون سبب‌های اقتصادی را هم دارن، از سبب پس بدن سطح اقتصادی و باید که دستگیری کرده شد. وقتی که همون جوان دستگیری یابد شاید که دست به این جنایت نمیزنه. من بسیار همون شخصانی که حمایت میکنم نمیخوام نامشون نگیرم و میگن که از بسیارش قریب که 95% حالتایی هست که از سبب‌های پس بدن سطح اقتصادی و یکی از سبب باز هم زیاد شدن جوانان در صف تروریستان. بعضیشان من از ازبکستانی شهروند جمهوری ازبکستان را حمایت کردم، از ازبکستان از طریق بانک قرض گرفته به فدراسیون روسیه به صاحبکاری به موجت مهنتی آمده است. در اینجا وی رو دپارتاسیا کردن و بازگشته به وطنش و علاکه بانک از وی طلب میکند پرسنت زیاد. در همین حالت و دیگر امکانیت نیست برآمده از طرف از روسیه برآمده سوریه رفتن. یگانه و با خودش دید از یعنی که بهتر از خودکشی کردن با خودش و انتخاب کرده است. اگر که از طرف حکومت ها دیده شد که شخصی که دپارتاسیا کرده می شوند از بانک قرض دارن، بسیار این مهم است که اگر هم شخصی که دپارتاسیا کرده می شود با همین مبلغ راهگیراش دولت از طرف خودش می سپارد، علاکه این با یک 30% تروریستا را کم میکنه. برای بعضیشون همین سبب شده که آزادانه به کشور میریم و از بانک قرضدار نیستیم، میتونن که سوریه نروانه به کشور عزیز خودشون باز. و برای بندگان دیگر اشاره میکنم که امروز در استودیوی ما به حیث تحلیلگر شربت صادق فدوکت معاون رئیسی کلیه ادوکات‌های شهری مسکو حقوق و عدالت نامزد علم حقوق شناسی که درباره بعضی ظرفیت‌های حقوق فرهنگ‌های شهروندای این جهان کشور در کشور دیگر صحبت کردیم. ما از شربت عزیز اظهار تشکر میکنیم که شما وقتی خودتون امروز در مسکو صرف کردید، امروز به استودیوی ما آمدید و برای جوانان و برای اون قسمت حقوق شناسانی که امروز در محلها دور از این مرکز هستند یک قسمتی مسائل را پیشنهاد کردید. اشاره به اون میکنم که درست در یک از حدیث‌های پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که از دری که قحطی درآمد از در دیگر ایمان بیرون میشود. یعنی یگانه یا که طرز عادی تر میگویم که جنگی خانه از بینانی است و اشاره به اون است که امروز قسمت جوانان به نظارت میمونن. یعنی به نظارت چی؟ به نظارت این یا اون، یعنی رهبریت های کارخانه ها، یا که جوانانی که امروز در مکاتب میانه و در مکاتب عالی تحصیل میکنن، یا که جوانانی که امروز یعنی جوانی که امروز در جامعه کار و فعالیت میکنن، باید از نظر اون خانه های فرنگی، ورزشگاه ها، از نظر این چیزا خوب تامین بشه. اصلا کتابخانه ها، اصلا کلوب هایی که در زمانهای پیش بودند باید تامین باشن که اونا وقتی خالی خدا در اونجا گذارن. و طرف دیگر ما باید متخصصای خیلی خوبی دینشناس رو داشته باشیم، یعنی دین و بین ناوابسته از اون که دین اسلام است یا که دین مسیحیت یا چیز دیگر است، تمام دین ها، تمام ادیان در این یان منطقه در کشورها که از نظر قوانین دینی با جوانان صحبت کند که راه راست یا که راه حقیقت این در چیست. قسمتی بیشتری جوانانی که امروز به اون طرف سفر میکنن ما در صفحه فیسبوکی نظر میکنیم چه فکرها دارن، فقط در راه تفریق اندازی، فقط در راه دشمنی اندازی و تا بعضی وقت نظر میکنم که قسمتی زیادی عالمان یا قسمتی عالمانی هستن که از این کارا دستگیر میکنن.
برای این باید جامعه شهروندی که در این کشورهای آسیای مرکزی که امروز قسمت زیادی جوان از اونجا به این شامل این گروه هستن، باید با جوانان یک جا باشن، باید با جوانان هم دل باشن، هم درد باشن، باید از اونها همه وقت پرسش کنن که چی کمی و کاستی دارن که اونها دست به دست بگیرن. این بود برنامه لحظه حقیقت. من بیک رمونی، خداوند نگهبان شما باد.